رامین رضاییان ضربه رو بلند میفرسته به تیر دو، از همه عبور کرد. کوشکی توپو در اختیار گرفته، یه ضربه بسیار زیبا. چه گلی زد، چه گلی زد علیرضا کوشکی. برای دومین بار بود که این کورنرهای هدفمند اومد رو دروازه ذوب‌آهنی ها و این ضربه کاتدار فوق‌العاده میزنه علیرضا کوشکی تا ورزشگاه به وجد بیاد و بازی هم جذابتر دنبال بشه. اختلاف به حداقل میرسه. یه بازی بسیار خوب و شاهد هستیم. هر دو تیم دارن فوتبال بازی میکنن و تقریبا هم میتونه بگیم پرگل بوده. 30 دقیقه 3 گل. خیلی قشنگ زد. اصلا پارسا جعفری نتونست واکنشی رو نشون بده. ببینیم با هم زاویه مخالف